یو واتساپ گایز، من بخشی هستم و خوش اومدید به یک قسمت دیگه از داستان گلاموک. همون گلاموکی که در قسمت قبلی به خاطر دزدیدن یک کامیون مواد مخدر به زندان رفت. از اونجایی که ویدیو قبلی خیلی بازدید داشت و لایک هم داشت و خیلیاتون دوست هم داشتید که قسمت بعدی گلاموک رو ببینید، امروز اومدم که قسمت بعدی گلاموک رو بهتون نشون بدم. ویدیو رو لایک کنید و تا آخر ببینید. اگه خوشتون اومد حتما چنل رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. خب بدون معطلی بریم سراغ ویدیو ما. خب دوستان، همانطوری که در ویدیو قبلی دیدید، گلاموک الان تو زندانه و الان 6 ماه میشه تو زندانه. به خاطر همین ریشش هم رشد کرده، موهاش که قبلا هم اینطوری بوده الان یک کمی ریشش بزرگ شده به خاطر اینکه تو انفرادی بوده. فعلا آوردنش بیرون تا ببینن چی میشه. خب الان ما بیرونیم ولی ورزشی میکنیم به خاطر سلامتیمون خوبه، چون چند وقتی تو انفرادی بودیم دیگه اصلا حال و هوایی نداریم. خب الان چند وقتی من با عمو دلمراد صحبت نکردم. خب امروز باید بریم ببینیم عمو دلمرادمون رو پیدا کنیم، یه جوری بشه باش کانتکت بشیم ببینیم چه خبره. آخه میتونه ما رو از اینجا ببره بیرون یا که نه، چون به ما حبس ابد زدن دیگه، نمیشه اینجا مون. اگه اینجا بمونم تا پیر میشم بمیرم هم اینجا. خب باید یه جوری از اینجا برم بیرون. خب فعلا این ورزش رو ول کنیم، ببریم از این کناریا بپرسیم ببینیم شاید یکی خبر داشته باشه، ببینیم چطوری میشه با بیرون حرف زد. انگار یه آدم های این ور هستن دارن سیگار میکشن. خب سیگار هم خوب نیست، ولی اینایی که سیگار میکشن حتما یه رای بلدن. سلام دوست عزیز، چه خبر؟ خوبی؟ ماشاءالله چه بادی داری. چه خبر؟ خوبی؟ سلام داداش، خوبی؟ چه خبر؟ ببخشید من یه سوال داشتم، میشه از اینجا به بیرون زنگ زد یه جوری بشه و بیرون کانتکت کنم که کار دارم؟ مامانم مریض بوده و من تو انفرادی بودم، ببینم از زنده است یا که نه. اوه داداش، تازه از انفرادی اومدی بیرون؟ باشه ببین، من بهت چیزی میگم ولی بین خودمون بمونه. بله داداش، دست در نکنه، ما دهنمون قرصه. این چه حرفیه؟ بگو ببینم چیه. ببین اون پلیسه که اونجا میبینی، اونو میگی؟ اون میتونه بهت یه تلفن بده. خب میتونه باش زنگ بزنی بیرون، بگو من از طرف مادریچ میام، اسم من مادریچه. بهم اشاره کن، من خودم یه سری تکون میدم بهت موبایل میدم. باشه دست در نکنه داداش، دمت گرم واقعا گلی. خب به چه جرمی تو رو آوردن زندان میشه بپرسم؟ منو به خاطر قتل چند تا پلیس آوردن. پلیس؟ خب اینجا چه کار میکنی؟ تو رو بعد اعدام میکردن. دست در نکنه، ما اینجا آدم زیاد داریم. برو از دیگه وقتمو نگیر. باشه داداش، من رفتم. دست در نکنه، برم تلفن رو بگیرم به مامانم زنگ بزنم. باشه. خب دوستان، این یه داداشی بود که جرمش هم زیاد سنگین نبود، فقط چند تا پلیس کشته. بهمون گفت که این میتونه بهمون یک موبایل بده. خب سلام جناب سرون، خوبی؟ ببخشید من از طرف مدریچ میام، اونش اونجاست. بهم گفت که شما میتونید کمکم کنی. بله چه خبر؟ چطوری؟ چه کاری؟ چی لازم داری؟ من تلفن لازم دارم، میخوام به مامانم زنگ بزنم ببینم حالش چطوره، چون مریض بوده. باشه داداش، من بهت میدم، ولی ببین برون پشت صحبت کن. باشه. خب بیا اینم موبایل. باشه دست در نکنه جناب سرمون. خب این جناب سرمونم به ما یه موبایلی داده، بریم ببینیم. اینجا کسی نیست؟ نه خیر، خودشم نیاد. یه موقع اینجا ببینیم ما به عمو دلمرادمون دارین زنگ میزنیم. بله بفرمایید. سلام عمو دلمراد، چه خبر؟ خوبی؟ گلاموک، تو این شماره از کیه؟ از کجا زنگ میزنی؟ خب من از تو زندان دارم زنگ میزنم دیگه، کجا میتونم باشم به خاطر کارهایی که بهم گفتی. خب از تو زندان دمت گرم، اونجا موبایل پیدا کردی؟ آره یکی اینجا بهم موبایل داده، یه پلیس اینجا دوست پیدا کردم بهم موبایل داده تا بهت زنگ بزنم. خب ببینم چه خبره. خوبه، خوشه، بدون تو میگذره، چه کار کنم؟ خب به فکر ما نیستی؟ نیومدی دیدار ما؟
من اومدم ولی تو انفرادی بودی، بهم اجازه ندادم. خب حالا چه کار کنم؟ من اومدم بیرون، میخوام از اینجا فرار کنم، نمیشه اینجا بمونم. آها، میخوای فرار کنی یا میدونی که جرمش سنگین تره؟ باشه مشکل نیست، ولی باید یه کارش کنم دیگه، از اینجا فرار کنم. ببین من بهت یه چیزی میگم، اونجا یکی هست به نام شپو، باید اونو پیدا کنی. اونو که پیدا کردی با اون فرار کن، چون با اون کار داریم، بیرون باش کار داریم. باشه، ولی اینو از کجا پیدا کنم؟ انگار اونم تو انفرادی بوده ولی نمیدونم حالا بیرون اومده یا که نه. تو برو بپرس ببین، شاید اومده بیرون. باشه ببینم چی میشه. خب کی فرار کنیم؟ هر وقت تونستی اونو پیدا کنی بهم یه زنگ بزن، من کارا رو جور میکنم و بهت میگم. باشه یه زنگ میزنیم ببینیم چی میشه. خب دوستان، الان به همو دلمرادمون زنگ زدیم، باید بریم شپوک رو پیدا کنیم. حالا این شپوک کیه و کجاست باید بگردیم. خب دست در نکنه جناب سرمون، بفرم. سلام، ببخشید من یه سوال دیگه داشتم، میشه کمکم؟ بله بفرما. ببینم این شپوک کیه اینجا؟ شبوکو میخوای چه کار؟ خب هیچی، فقط میخوام ببینم کیه، از اینجا شنیده بودم، ببینم کیه. خب یه دیوسی الان تو انفرادیه، فکر کنم شب بیاد بیرون. شب میاد بیرونه؟ شب میارنش تو حیات و دوستاش صحبت کنه و فردا به خاطر جرمی که داره اعدامش میکنن. چی؟ فردا بخوان اعدامش کنن؟ آره خب مگه نمیدونه چه کار کرده؟ چی کار کرده مگه؟ اون شب که دیوسی بانک زده، بعد به خاطر مواد تو خونش هم گرفته شده و چند تا جرم دیگه به خاطر کشتن چند تا آدم گرفتنش. الان بار 16 که میاد زندان و به خاطر امینه میخوان دارش بدن. او پس اون یه خلافکار واقعیه. آره خب چی فکر کردی؟ ما از شپوک یاد گرفتیم. او تو از شپوک یاد گرفتی؟ آره الان باید تو شب منتظر باشم. خب آره تو شب منتظر باش، خودش میاد اینجا بیرون، میارنش تا با دوستاش خداحافظی کنه. خب ببینیم، تا شب منتظر میشیم. خب انگار تا شب باید منتظر بمونیم ببینیم این شپوک کیه. شپوک خیلی خطرناکه. خب با این همه 16 بار اومده زندان ولی هنوز توبه نکرده. خب باید من دوباره اون تلفن رو بردارم، یه جوری به همون خبر بدم که شب قرار فرار کنیم، ببینید چی میگه. سلام ببخشید، من یه زنگ دیگه میخواستم بزنم به برادرم، ببینم یه مقدار پول لازم داشتم، ببینم میشه جورش کردی الان. تو مشکوک میزنی داداش؟ نه من آدم صاف صادقیم. باشه ولی پولت که اومد یه مقدار بهم بدی. باشه هر وقت لازم داشتن تلفن رو میام پیش شما دیگه. باشه بیا برد. سلام عمو دلمراد، ببخشید منم غلامو. خب چه خبر؟ چی شد؟ من از یکی پرسجو کردم، گفت که شب میارنش بیرون از انفرادی ولی به خاطر اینکه با دوستش خداحافظی کنه و فردا اعدامش میکنن. خب چه کار کنم؟ فردا میخوام بکشن، چه زود. خب ببین به شپوک بگو که دلمراد گفته باید از اینجا فرار کنیم، راه فرارش رو خودش میدونه ولی بهش کمک کن. باشه ببینیم چی میشه، بهش میگم. باشه خب فعلا. ببین یه چیز دیگه. بله بفرما. من بیرون اونجا تو گاراژ کنار اون راهی که شپوک بهت میگه فرار کن، تو گاراژ یه کیف گذاشتم، اونجا که اومدی بیرون حتما لباساتون عوض کنید، با این لباسا نمیشه فرار کرد. باشه لباس عوض میکنیم. خب دیگه این که اونجا لباس عوض کردی تو بزرگراه ماشینم منتظرتونه، زود بیاید اونجا. باش. خب دوستان، من الان با عمو دلمرادون صحبت کردیم که انگار شب بعد قرار فرار کنیم از اینجا. جناب سرون دست در نکنه، بیا اینم موبایلت، پول اومد بهت میدم. باشه گفت یه چند دلاری بهت میدم، باید برم منتظر باشم تا شب بشه. خب دوستان، الان که میبینید شب شده و شپوک آوردن اینجا تو میدون و داره با دوستاش صحبت میکنه. من الان اومدم اینجا ببینم این شپوک چه شکلیه. خب ببینیم چی میگه اینجا. دوستان خوبم، من یه چند وقت اینجا نبودم، خیلی دلم براتون تنگ شده بود. الان منو میخوان دار بزنن. خب من دارم میمیرم ولی کار خلاف انجام ندید، به من خوبی باشید، به خانوادتون برسید. از اینجا که رفتید بیرون، این که داره همه رو نصیحت میکنه که دیگه خلاف انجام ندیم. چه شکلیه دیگه؟
خودش خلاف کرده، من که باورم نمیشه. سلام شپک جون، چه خبر؟ خوبی؟ سلام، ببخشید شما. من یه تازه واردم، اومدم اینجا، میخواستم سلام دلمراد رو بهت برسونم. دل مراد، تو اونو از کجا میشناسی؟ راستشو بگم اون عموی منه. چی؟ عمو توه؟ خب چه خبر از دل مراد؟ ببینم. خوبه الحمدلله، خوبه میگذره. تو چه خبر؟ شنیدم انفرادی بودی، تازه اومدی بیرون. آره داداش، من انفرادی بودم، فردا هم قرار دارم و بزنن دیگه. آها باشه، من از طرف عمو دلمراد میخواستم یه چیزی بهت بگم. البته چی میخواستی بگی؟ قراره من اینجا بگم یا نه؟ اینجا شلوغه، باید بریم یه کنار حرف بزنیم، اینجا که نمیشه. باشه، برم اون طرف حرف بزنیم. باشه بریم. بیا 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 شپک بیا 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 اینجا. خب ببین، عمو دلمراد بهم گفت که اینو بهت بگم، من و تو قراره از اینجا فرار کنیم و لباس و وسایل تو گاراژ فکر کنم گفته بود، گاراژ بیرون گذاشته، اونجایی که راه تو بلدی، البته من بلد نیستم. آها میدونم از کجا میگه، میدونم کجاست. خب راهو که بلدی باید از اینجا فرار کنیم. تو بهم راه میگی، منم کمکت میکنم. ببین اون پله های کنجا میبینی؟ اینو میگی؟ نه اینو نمیگم، اون ور اون ور. آها باشه اونور. از اونجا میریم بالا، یه گارد است، باید اونو بکشی. بعد چاقو باید بکشی، البته چاقو هم اون یارو اونجا، یارو که اونجا کنار در وایستاده داره. کدوم یارو؟ اونو میگی؟ آره همونو میگم. نشون نده دیگه، دستتو بیار پایین دیگه. باشه آماده بشم من. ببخشید این یقه رو میشناسی؟ داره میاد شپکو. آره سلام شپک، چه خبر؟ خوبی؟ این داداشمون یه چاقو لازم داره، بهش چاقو بده. باشه بفرما، اینم چاقو. خب دوستان، چاقو رو گرفتیم، فعلا بذارمش داخل تا کسی نبینه. خب بریم از اون راه که شپک گفته فرار کنیم. خب شپک جون آمادی دیگه؟ آره آماده هم، بریم. اینجا بریم. یه گارد اونجاست، اونو باید من بکشم انگار. شپک جون داری میایی؟ شپک دیگه راسته میاد. خب دوستان انگار باید دیگه فرار کنیم از این زندان، بریم بیرون ببینیم این بالا کسی نیست. نه انگار رفته اون دور، بریم اینو بکشیم. خب بریم بالا، آهسته بریم که صدا پامونو نشنون. اگه صدا پامو بشنون دیگه کارمون ساخته است. بریم ببینیم اینجا کسی نیست، این برم کسی نیست، یکی داره از اون بر میاد ولی فکر نکنم تا اینجا ما رو ببینه. بریم شب بالا، بریم که یکی از داره پایین میاد. این فکر کنم رفته بوده دستشویی بیچاره. این رفت. بریم آهسته بریم که آره اونجاش داره میره. باید اینو بکشم قبل این که منو ببینه. دید منو. خب اینم از اینو کشتم. شپک داره بیایی، بیا اینو کشتم. از اینجا فرار کنیم کسی نمیبینه. یه هلیکوپتر هم اونجا، کاش به هلیکوپتر فرار میکردیم. خب نمیشه به هلیکوپتر رفت، چون اگه به هلیکوپتر رو بردارم با ما رو تیر میزنن. خب اینجا یکی داره میاد، شپک برو اون داره میاد، اینوری میاد. بریم از اون ور. خب یکی داره از این ور میاد، باید فرار کنم از اینجا و برم بالا ببینم کجاست. آره داره اینوری میره. خب بریم پایین. شپک زود باش شپک. کی ما رو دید انگار، من داره میاد، باید بکشمش، چون من اگه از اینجا فرار کنم منو ببینه میکشه. شب اینه کفتاری زدی، این دیگه چه وضعش؟ چرا نمیمیره؟ خب بمیر. اصلشو بردار شپک، اصلشو بردار. خب اینم از این، انگار تموم شدن دیگه، بعد از اینجا بریم. خب شپک بیا، همینجاست دیگه، اینجا که رای وجود نداره. کجا بریم؟ از اینجا جمع کنم پایین، میمیرم پام میشکنه. چه خبره مگه؟ چه رای آوردی ما رو؟ بفرما. من افتادم. تو بیا دیگه. خب اینم از شپک که بیچاره اومد پایین.
خب از اینجا برم پایین. شپک ما رو میکشه. بیا بیا، من اومدم پایین. بیا شپک جون. خب اینم از شپک اومد پایین. بریم دیگه. از کجا بریم؟ اینجا که رای وجود نداره. از این بر، از این بر، از این بر کجا برم دیگه؟ تو انگار میخوای ما رو بکشی. اینجا در لامپ داره، ما رو نکشن. بریم 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 بریم. یه در اینجاست. در که بازه. خب انگار باید از این در بریم. آره شپک اینجاست. نه نگهبان نیست مگه؟ باید بالا برم. باش بریم بالا. خب اینم از این. کجا بریم دیگه؟ از اینجا اینجا نه، اینجا نه که اینجا چند تا پلیس ایستاده. از اینجا بره. یا دستتو بده. میتونی بیا یا نه؟ آره دیگه این این شپک میتونه بیاد. خب ماشین اونجا گذاشته فکر کنم. اینش ماشین پلیس هست. این ولش کنید، از اینجا نیست. خب گاراژ ایناشه. باش بریم. خب شپک جون از اینجا بریم پایین. برو پایین دیگه. چه نمیرم از اینجا بپرم. بیا پایین. فرار کردیم. اینجا کسی نیست که. کسی نمیبینه. گاراژ اینجاست. کجاست کیف؟ کجاست دیگه؟ آها ایناش کیف. به لباس عوض کنیم که از اینجا بریم. باشه بیا لباس عوض کنیم و از اینجا فرار کنیم. شپک جون. خب دوستان چشاتونو ببندیم، من لباسامو عوض کنم. خب دوستان ما لباسامون رو عوض کردیم. انگار صدای آژیر اومده و پلیسا خبردار شدن. نمیدونن ما رو میدونن ما کجا یا نه. خب گلاموک هم اونجا وایساده. باید فرار کنیم بریم پیش گلاموک. بیا شپک جون بیا فرار کن. بیا بیمیر گم شو. بیمیر. اینا رو هم بزنم. شپک اونجاست. چرا؟ بیا دیگه شپک جون. شپک کثافت فکر کنم میخواد خودشو به کشتن بده. خب انگار باید فرار کنیم. شپک جون سوار شو. امو دلمراد چه خبر؟ کجایی؟ عقب وایستاد. کثافت اونجا چی کار میکنی؟ حوصله نداشتی رانندگی کنی؟ کثافت عوضی واقعا شو. گلاموک کثافت میدونم باید چه کار کنم. فعلا باید از شر این پلیسا خلاص بشم. انگار باید سوار این قطاره بشم تا بتونم پلیسا رو رد کنم. بریم که رفتیم. چپ کردیم. برو رفت. نشد سوارش بشم. خب برم از اینجا ببینم چی بشه. بریم فرار کن. بریم. این پراید چه ماشین آورده؟ ماشین پراید آورده. خب پراید چطوری میتونه از اینجا بپره بره داخل اون؟ خب بریم ببینیم چی میشه. بریم که رفتیم. نه نمیشه. با پراید نمیشه از اینجا رفت. خب بریم ببینیم جلوتر شاید. خب اینم از تونل قطار کجاست؟ بریم. آخیش آخرش رفتم تو قطار. باش خداحافظ. بای. خب اینم از این. ببینیم داخل قطار بمونیم تا بریم یه جای ببینیم کجا میتونیم بریم. خب حالا دیگه وقتشه با عمو دلمرادمون یکم صحبت کنیم. سلام عمو دلمراد خوشگل، چه خبر؟ خوبی؟ الان بهم بگو این ماشین آوردی پراید ولش کن. الان ماشینی. خب اونجا که اومدی چرا پشت سر وایستادی؟ من اینجا خوابیده بودم تا شما بیایید. تو اینجا خوابیدی بعد ما اومدیم. تو چه خبر آخه؟ تو الان میخواستی ما رو فراری بدی یا این که ما رو بکشی؟ حالا که فرار کردید بریم دیگه. خب شپک چه خبر از تو ببینم؟ خوبی؟ دیدی فرار کردیم. چه فراری؟ اونم چه فراری. انگار دیگه پلیسی دنبالمون نیست. پلیسا گممون کردن چون این راه کوهستانیه و پلیسا نمیتونن اینجا بیان.
خب دوستان عزیز، اینم از فرارمون. ببینیم پلیس دنبالمون نیستن. خب از اینجا باید فرار کنیم، بریم تو اون روستا ببینیم این ماشین واسه خودمون پیدا کنیم. بریم بچه ها، بریم. اون پراید داخل اون قطار است. پلیس اگه اونو پیدا کنن ببینن اینجا کسی نیست دیگه، ما فرار کردیم. وای وای، فرار از زندان. خب دوستان، الان من اومدم داخل این روستا. فکر نکنم اینجا روستا باشه، یه جای ساده ایه. خب اینم از این ماشین اینجا گذاشته شده. خب این ماشین رو برداریم از اینجا فرار کنیم. سارشید نمیدونم راندش میاد نه. سارشید زود باشید. خب اینم از این سوار شده ایم، حالا بریم از اینجا. خب عمو دلمراد جون کجا بریم؟ چی شد؟ پنچر شد. خب عمو دلمراد کجا بریم؟ بریم سن دنیس، اونجا وسط خونه خریدم، بریم اونجا. اینجا اصلا خونه خریدی؟ چه خوب. تا از این آدما نبودی، چطوری خونه خریدی؟ خب راستشو بگم اینجا خونه تا فروخته. چی؟ خب چرا خونه منو اینجا فروختی؟ خب به پول نیاز داشته، بعد برفته اونجا خونه میخریدم. خب اینجا هم تو نمیتونی بمونی چون پلیسا میکشنت. یه جورایی آره راست میگه. خب باید از اینجا برم. کار خوبی کردی، الان ولش کن. خب بریم ببینیم سن دنیس چطور شهریه. خب دوستان عزیز، همینطور که میبینید ما نزدیکی شهر سن دنیس رسیدیم. نمیدونم نزدیک آره اوناش داره چراغاش دیده میشه. خب رسیدیم خونه. خب دیگه چی کار کنیم؟ عمو دلمرادمون گفته بود که اینجا باید بریم به وضع خودمون برسیم تا یه عکسای بگیریم و بعد یه شناسنامه جدید درست کنیم و دیگه لذتشو ببریم. دیگه فرار کردیم از زندان، باید هویت خودمون هم حفظ کنیم. حالا بریم خونه ببینیم چه خبره، خونه چطوری، خوبه یا نه. خب دوستان اینجا رسیدیم نزدیکی خونه. کجاست عمو دلمراد؟ اینجاست فکر کنم. آره خب ماشین رو اینجا پارک کنیم ببینیم. خب عمو دلمراد با این شپوکه بذار از اینجا برن، ما هم بریم خونه خودمون رو ببینیم و به سر وضعمون برسیم. ببینیم آخه خیلی بو میدیم چون تو زندان بودیم آخه. خب اینم از خونه. خب اول از اینجا شروع کنیم. آشپزخونه خوب نیست ولی بدک هم نیست، واسه این که از زندان فراریم دیگه بعد اینجا کار کنیم پول در بیاریم یه خونه بهتر بخریم. خب الان اینم بدک نیست، خوبه. خب اینم از اتاق خوابمون، تلویزیون هم داره، بازی هم میکنیم اینجا، پلی استیشن هم داره. بعد این چیه؟ اینم آها یه چیز خوبه، حمومه. بریم اولین کاری که میکنیم بریم حموم. چی نگاه میکنی؟ دارم میرم حموم دیگه، چشاتو ببند. خب رفتیم حموم کردیم، حالا دیگه بریم بخوابیم. و الان حموم کردیم، الان بخوابیم تا ببینیم فردا چه کار میشه کرد. خب بعد فردا برم ریشمو کوتاه کنم، موهامو درست کنم و یه شناسنامه جعلی درست کنیم دیگه، هویتمون عوض کنیم چون دیگه نمیشه با این هویت زندگی کرد چون پلیسا دنبالمونن. غلامو که بیچاره خسته است، بذار بره بخوابه. شما هم حتما این ویدیو رو لایک کنید و چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا فردا از خواب بلند شدن بهتون پیام بیاد که من بلند شدم. خب امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.